این کی بود را؟ دون جوان؟ رحمت مریا کلاپوس. این روز خاندوخان کنسر داره، یعنی که بروزی ایدی که برای ما باید همه وقت همین ایده قیل کنیم. من خواهش میکنم شما یک قرصک بلند زنیم، من راهبر یعنی گروه فریاد کنم. برای هنرمندی که اول بالای صحنه میبره کوشش میکنه، بهترین دارو درد دوا همش شما مخلصای عزیز. اگر خیلی قرصک زنیتون باشه این بچه دیو مراتبا نمیبرن صحنه. انور مجید بیا اینجا. السلام علیکم. خیلی دو دارم. همون دوره اول خراب بودی تو حاضر خراب موندی. چخیلی که این ترقیات پیش نرفتی سه شد درست شدی. عوض میشما شوی واقعی ها؟ شد. انور مجید راهبر گروه خاندوخان، یکی از دخترایی که من از یک چیزک میگم در گروه همین و شما با قرصک زده. همین بچه در روسیه بود. روسیه رفت کوشش کرد که گروه تشکیل کنم برای مردم شریف تاجیکستان، برای مخلصای عزیزم و استادا گفت اجازه میدی؟ گفتم دوده. همین هر چیزی که ایده صد میبید خود دودگه عاشق شوم. رفت روسیه اومد. بعد در همون روسیه یک وقت گفت استاد کسال شدم. کسال میشوه تولارزش میگیره دیگه. خیلی میرفت میگن که آخی ای برادر تو روی دارو پارو گیر. میگه من ندارم پرپسکا ندارم. و پیش دکتر میروه. که دختره کشرو خیلی هم دختره کشرو دیدی همین توجیکی که تماما توجیکی را ساز نمیدونه روسی را میفهمه. میدونه و پیش دختره здравствуйте. Я Анвар из Таджикистана. Бахавай духтара ка мега здравствуйте. Ка него мекна мега что случилось? Мега у вас таблетки нету от вибрации. Он мефамаш ки чи мега ай ҳамуҷа то ба ҳозир ҳамин вибрация дар дурӯш мондага як қарсак барои вибрация Анвар ҷон мо ҳамин рӯз барои табрикоти ҳамин додар омадем ба استاد عزیز رجب نظرов با دستگیری استاد عزیز که راهبری هم لحظه های گوار و برنامه تلویزیونی و هم تئاتر سوده شکرخان این همون مرده که خوشروی که ایستاده یک قرصک برای بزرگی استاد بزنه. یه روز یک گروه نوی دیگر تشکیل کرد، کوشش کرد که همه بچه ها استعدادی خودشون برای شما پیشکش کنن. ما هم امروز یک صحنه آوردیم برای که دختر عزیز با شوقمند شود و گفتی او برادرها که زودید شود. خب برای تو انور مجید یک دختره که عزیزی ما یک هنرمنده که اینجا همه امروز گروه جوان‌ها همین پیرو مویه باور کنه یک قرصک زیبا میزنه.